همه برادرایی که من قرض دارن که در عموم در جمع 83560 سومون تاجیکی به خاطر الله همه یمینا بخشیدم در همون برادرها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، در نزد خانه الله قرار داریم در مکان ابراهیم خلیل الله. یک نیت داشتم که الله نازنین من صاحب سلامت به همه جای مقدس به خانه خودش رسانه. همین نیت ما عملی میکنم و الحمدلله الله را هزار بار شکرانه میکنم که امروز الله نصیبم گردان و همین نیت کردگی خدمت در همه جا در شاهدی این برادرها عملی میگردانم. نگاه کنیم برادرای عزیز، زیادی از برادرها از من مبلغ گرفتگان، قرض کردگان، همراه زیادیاشون کار کردگیم، پولم دادگی نیستن و پول گرفتگان تا حاضر برگرداندگی نیستن، زنگای تلفن‌ها دا جواب نمیتن. من در نزد خانه الله در مکان ابراهیم خلیل الله در شاهدین این برادرها، همین برادرایی که من قرض دارن که در عموم در جمع 83560 سومون تاجیکی به خاطر الله همه یمینا بخشیدم در همون برادرها. و امیدوارم که الله نازنین گناههای کردگی ما را بخشه و گفتنیم برای همون برادرایی که ایمان مثال مبلغ گرفته بودن و زنگای من جواب نمیدادن. حتی بودم خیال حالتایی که یک برادر من مادرش از دنیا گذشت به خاطر همین پول دنیایی شده، در همون جنازه مادرش ما را گپ زدگی نبود. همون برادرم بخشیدم. اون من کدام نفرایی که من پول دادگیم همون پول خودم دادگی را از شیر مادرشون بخشیدم که در عموم با گفتم 83560 سومون تاجیکی الله قبول گردانه و اگر خیری هم داشته باشه الله نازنین همچون هدیه به پیش گذشتگان تمام جمله امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برده رسانه. این طاعت و عبادت ها و این حج کردگی ما را الله قبول گردانه. آمین. و اون نفرایی که از ما خواستن در نزد خانه الله دعا کنیم برای به فرزنده الله نازنین فرزند سالم صالحه صالح نصیب گردانه و به زندانی هایی که در زندان ها قرار دارن الله نازنین آزادی را نصیب گردانه و این جرمی که در زندان ها کشیدن، این عذابی که در زندان ها کشیدن سبب مغفرت گناه هاشون گردد. و الله نازنین اون نفرایی که فرزنداشون از دست دادن و مادراشون از دست دادن، پدراشون وفات کرده در غم و اندوه آنها غصه دارن، الله نازنین یک صبر عاجل و کامل نصیب شون گردانه و گذشته هاشون الله نازنین رحمت مغفرت گردانه. علل خصوص غریبایی که در ملک غریبی برای رزق روزی حلال برای یافتن یک برده نان حلال رفتگان الله نازنین در کسب کارشون برکت عطا گردانه و خوردن لقمه حلال الله نصیبشون گردانه. و آن نفرانی که در دل چی نیت و آرزوی نیکی که دارن الله و نیت و آرزوی نیکشون رسانه و نیت و آرزوی بدشون الله عملی نگردانه. همین برادرایی که من قرض دارن که در عموم در جمع 83560 سومون تاجیکی به خاطر الله همه یمینا بخشیدم در همون برادرها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، در نزد خانه الله قرار داریم در مکان ابراهیم خلیل الله. یک نیت داشتم که الله نازنین من صاحب سلامت به همه جای مقدس به خانه خودش رسانه. همین نیت ما عملی میکنم و الحمدلله الله را هزار بار شکرانه میکنم که امروز الله نصیبم گردان و همین نیت کردگی خدمت در همه جا در شاهدی این برادرها عملی میگردانم. نگاه کنیم برادرای عزیز، زیادی از برادرها از من مبلغ گرفتگان، قرض کردگان، همراه زیادیاشون کار کردگیم، پولم دادگی نیستن و پول گرفتگان تا حاضر برگرداندگی نیستن، زنگای تلفن‌ها دا جواب نمیتن. من در نزد خانه الله در مکان ابراهیم خلیل الله در شاهدین این برادرها، همین برادرایی که من قرض دارن که در عموم در جمع 83560 سومون تاجیکی به خاطر الله همه یمینا بخشیدم در همون برادرها. و امیدوارم که الله نازنین گناههای کردگی ما را بخشه و گفتنیم برای همون برادرایی که ایمان مثال مبلغ گرفته بودن و زنگای من جواب نمیدادن. حتی بودم خیال حالتایی که یک برادر من مادرش از دنیا گذشت به خاطر همین پول دنیایی شده، در همون جنازه مادرش ما را گپ زدگی نبود. همون برادرم بخشیدم. اون من کدام نفرایی که من پول دادگیم همون پول خودم دادگی را از شیر مادرشون بخشیدم که در عموم با گفتم 83560 سومون تاجیکی الله قبول گردانه و اگر خیری هم داشته باشه الله نازنین همچون هدیه به پیش گذشتگان تمام جمله امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برده رسانه. این طاعت و عبادت ها و این حج کردگی ما را الله قبول گردانه. آمین.